aşk sana geldim. Al yine büyüt beni, ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Ey aşk vurur musun? Kor gibi durur musun? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana? Feryadımı duyar mısın? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana? Feryadımı duyar mısın? ملکه دخترم چی تصمیم گرفتی؟ میخوای که نامه رو روان کنی؟ استاد ابراهیم چی گفت؟ گفت که در این باره زهرا باید تصمیم بگیره فاطمه. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. دخترم بهترین کار همی است. باید از زهرا بپرسیم که او چی میخواه. با وجود که قدر سالها ازش دور بود، بازم مادر خودم میخواه. تو جگرخون هستی ملکه؟ ملکه؟ آزادم همونجا بود. فاطمه خواهر. تا دیروز ما درباره عروسی خود گپ میزدیم، اما امروز مثل دو بیگانه هستیم. من نمیفهمم چی شده، چرا ما به این وضعیت رسیدیم فاطمه؟ جگر خون نباش گریه نکن، کلش خوب میشه. تشکر، من نمیخوایم. این عروسی به یاد ماندنی خواد بود مادر. عروسی دوران مطابق رسم و رواج خود انجام میدیم. مادر خسر دوران ایره با چشمای داماد نه، بلکه با چشم بچه خود میبینم. هدیه کدام کار خوب باقی نمونده؟ کل چیز آماده است، فقط خود ما باید آماده شویم. تحفه عروسه گرفتین یا نه؟ گرفتیم مادر. کمی قیمتش بلند بود اما بسیار مقبول است. زلالان بسیار خوش میکنه. نوش جانتان. کجا میری بچیم؟ بیرون میرم مادر، دوستای منتظر هستن. بانش که بره. آخرین شب مجردیش است. بانین که امشب ده بیرون با دوستایش باشه. خدا کنه پیش از مردن عروسی تو رو به چشمای خود ببینم آزاد بچه.
زهرا وقت داری با هم گپ بزنیم؟ البته گپ میزنیم. زمانات خانم به ما بتین، شما زحمت نکشین. زمانات تو ده اینجا چی میکنی؟ فکر میکنم. باز به خاطر کی جگر خونستی؟ به خاطر اولادایم. آزاد و علی به خاطر محبتشان میخواین زندگی خود تباه کنه. ده سن خود دروغم گفتم، به خاطر علی گفتم. اما چی میکردم دیگه؟ اگه میگفتم که جمشید میخواست اونا رو از بین ببره، باز تو مانع علی میشدم. جگر خون نباش، به خاطر خوبیش دروغ گفتم، نباید ناراحت باشی. بسیار میترسم جمال. جمشید بسیار عصبانی است. میترسم خدا ناخواسته به علی بچه زهره نرسانه، باز وقت من چی کنم؟ تا وقت من زنده هستم به علی کسی ضرر رسونده نمیتونه، تشویش نکن. برات وعده میتم زمرد، جمشید به علی نزدیکم شده نمیتونه، فهمیدی؟ و قدر جرأت نداره که به بچه من ضرر برسانه. زهرا کلگی یک گپه برام میگن. قسمی که توافق کرده باشن میگن که سونا خوب است، سونا رو چیزی نشده. اما من یک حس بد دارم، به هیچ کسی را گفته نمیتونم. فکر میکنم میگم که زهرا هیچ وقت برام دروغ نمیگه، هیچ چیز از اون پنهان نمیکنه. اما تو نیست. اما درست زهرا لطفاً استاد شو، طرف من ببین. زهرا برام بگو که وضعیت سونا خوب است. بله خوب است، خوب است. سونا واقعا از این افتیده زهرا؟ من فکر میکنم که شاید تو جمشید به غیرت رو لط کوب کرده باشه. علی زهرا طرف چشمم سیل کن. سونا به خاطر لط کوب شفاخانه است یا که واقعا از این پایین افتاده؟ واقعیت برام بگو زهرا. علی راستش سونا از اینا پایین افتیده. بسیار تشکر. در دنیا تنها سر کسی که اعتماد دارم و تو هستی. اوف، سرم بسیار درد میکنه. باید هم درد کنه دخترم. اگه که مشکلات کسی دیگه میدید بازش تحمل کردن نمیتونست. آره دیگه جانم، امشب یک کمی وقت در بخواب. شما هم راست میگین فاطمه. ولی از خدا قدر خدا خسته نساز. من فردا جمعشان میکنم.
بان دیگه دخترم کدام کار سخت خو نیست. ام گپ میزنیم ام کار میکنیم. برو دیگه شب بخیر یک دانیم. شب بخیر. دوران دوران بچیم در این وقت شب در اینجا چی میکنی؟ راستش ما به خاطر حادثه دی شب آمدم که اول ملکه را بگیرم. او چطور است؟ خوب است؟ خوب است بچیم. چند دقیقه پیش خوابید. خدا را شکر صحتمند است اما بسیار جگرخون است. چند روز میشه که همیشه گریه میکنه. خیرت باشه. چرا؟ درد عشق است دیگه. هیچ درد مثل این درد نیست. آدم ناتوان میسازه. دختر بیچاره بسیار جگرخون است. دوباره آزاد است. بله او دیده که آزاد برش چله گرفته. منتظر بود که آزاد برش پیشنهاد عروسی خواد داد. واضی برش نگفته اما فقط همه قدر گفت که امکان نداره. به نظر من آزاد به خاطر خان شدن از ملکه منصرف شده مت نیست. اما با آزاد هم کار آسان نیست. به هر صورت تو فردا بخیر عروسی میکنی مت نیست؟ بله عروسی میکنم. آه بچیم آه او دختر اصلا مناسب تو نیست. اگر تو او را میخوایی باز چیزی به گفتن ندارم. شب بخیر فاطمه خاله. شب تو هم بخیر.
سلام، تبریک باشه. خدا وقت آزادم باز کنه. خدا کنه. تشکر. نه خوش آمدین. وای 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 قدر جان، قدمش نیک باشه. بالاخره بچه‌تان داماد ساخته نه؟ بله اما است بله. به خدا دخترتان در شب قدر تولد شده. میفهمین که چقدر خانواده خوب هستن؟ بله خدا را شکر، اینا مردم خوب هستن. تبریک باشه، تبریک باشه. بسیار خوب سرمایه گذاری کردین. پدر جان داخل بریم، دیگران پشت سر ما منتظر البته البته ما میزبان هستیم. تبریک باشه، تبریک باشه. حالا دیگه بریم. ای مادر، با چی شأن و شوکت محفل گرفته. وای به حال روز من. اگه تو همراه او احمق عروسی نمیکردی و یک آدم خوب پیدا میکردی، باز عروسی تو رو ما همه قسم میگرفتیم. زهرا دخترم بانش ما ای کاره میکنم. عزیزم تو هنوز خوب نشدی. دختری من تشکر خلاص. یا من خوب هستم، خوب هستم. بده به من بده جانم. دستم از اینکه در جاییم بشینم بهتر است کار کنم. خواهر ایلین، خواهر جان قندم، تو چطور هستی؟ خوب هستم خواهر. اینا خلاصی هستن و اینا خواهرم ایلیف. ایلیف تو چقدر مقبول هستی عزیزم. زهرا درباره تو بسیار میگن. زهرا دخترم، میز ما کجاست دخترم؟ براتون نشان میدم. بریم دیگه. حالا سایش سرتان بفته بیادر. چی؟ گفتم سایه سرتان بفته، همراه کسی که دوستش داری عروسی کنی و از این کده محفل بزرگ بگیری. گوش کالی بیادر، همراه کسی که عروسی میکنیم باید خوش باشیم. لازم نیست که قسم محفل بگیره. حق با توست بیادر. همین که سونا از من شود دیگه هیچ چیز نمیخوایم. علی، سونا را باید فراموش کنی. میفهم بسیار سخت است اما باید این کار کنی. بیادر هرچی نباشه او عروسی کده. این کار برات نمیزیبه. فکر میکنی که من نمیخوایم او را فراموش کنم بیادر؟ کاش کی کار کدم میتونستا. کاش قسم رویه میکردم که او را هیچ نمیشناسم و ندیدیم، اما امکان نداره دیگه. میفهمم تو مرا درک کردن نمیتونی. درکت میکنم علی جان، بسیار خوب درکت میکنم. ملکه، دختر مالا دیگه از او چه بیا که بریم. ملکه؟ چطور معلوم میشون فاطمه؟ نام خدا، بسیار زیاد مقبول شدی یک دانیم. خداوند از نظر بد نگاهت کنه. خب این لباس برای میز بیانه خواهر. البته جانم، لباست مقبول و مناسب است. بیا زو عروسی میریم، باید کم آرایش کنیم. خانم ما به یگانه جایی که ناوقت نمیرن عروسی هست، اما اگر در اینجا استاد شویم باز بسیار ناوقت میشه. حالا دیگه بریم دخترم. اینجا بیا بچیم. هیچی حال است، فقط که بوی محفل خط نباشه. یک گلاس آب لیمو آوردین بس. برای یگان چیز بیاره تو خونه میشه، ما میمان هستیم. عجله نکنین کاکا، هر چیز بخواین میارم. بره حالا. توبه اینا رو ببین، در محفل کرمانی هستیم ما کم از کس گشنگی بمریم. توبه بیا مرا بکش بیا. پدر جان، در میز ما خود کلی چیز از دیگه چی میخوایم؟ راست میگی، اگه قدر خوشت آمده باز خانه ببر. ما خو احمق نیستم بچیم. فرمان، ما خشواندای کرمانی ها نیستیم. ها سایل کو دیگرها رو ببیده و بالا شیشتن، ما آمدیم دی پایین شیشتیم. گپا میزنه.
من میرم که دوران زلاله ببینم. ما میایم. بسیار میخوایم که عروسه ببینم خانم بیادر. خب حالا بیا دیگه. بسیار مقبول شدی زلا. تشکر، زنده باشی. سایمه به سر شما بفته. در کافه بوتت نامت نوشته کردی؟ البته که نوشته کردیم. یک بار نکای ما رو بسته کنند. باز قدر رقص کنم که حتی ناممان پاک شود. تشویش نکن. خوش آمدی برفی. جانم بسیار مقبول شدی. بسیار تشکر میکنم. ایلی نشرم جانم، برو میخواستی عروسه ببینی. بیا جانم. خواهر زهراست، همون نیست؟ بله بله، خواهر زهراست. لباست چقدر کلان است. بله، خودم هم قسم خواستم. در عروسی تو هم قسم آماده کن. من نمیخوایم عروسی کنم. پس میخوای چی کنی؟ من درس میخوانم که استاد شوم، مثل استاد ملکه. دوران یک دفعه اینجا بیا. چرا لبوریت کشال است؟ فقط که تا جنازه باشی. خواهر جان، تو خو میفهمی ما یک پاره خوش ندارم. خسته شده. میفهمم، اما کمی لبخند بزن که مردم نفهمن. خدا یک قسم نگی لطفا. خب یک کارو میکنم. خوش آمدی استاد ملکه. خوش باشی. خوش آمدی. فکر نمیکردم که بیایی. خدا زلال کارت دعوت برام آورده بود. نخواستم قلب را بشکنانم، آمدم. خوش آمدی فاطمه. خوش باشی عدیه خانم. ایش نمیفهمم دوران، از یه عروسی خوش است یا نه؟ بسیار بدل بشه است. اصلا این قسم فکر نکن. دوران بسیار خوش است. خدا کنه. حالا دیگه برو اونجا بیشی. خوش آمدی فاطمه. خوش باشی. تو رو در یک میزی نزدیک میشانم، بیا. متوجه تمام میمانا باشه. یک دقیقه ما پس میاییم، فهمیدی؟ ملکه ملکه، هیچ فکر نمیکردم که در این محفل بیایی جانم. راستش نمیخواستم بیایم، اما خودت میفهمی که آمدن ضرور بود. ما باید امروز زهرا گپ بزنم. باورم نمیشه. استاد ملک هم اومده. خلاصیه، بیاین که شما را با استاد ملک معرفی کنم. نه نوجین مادر از من شربت خواسته بود، باید برش ببرم. تو برو دیگه جانم. درست است. اون آمد. استاد ملکه. زهرا. باور که خوش شدم که در چهت خنده را دیدم یک دانه. جانم استاد ملکه، شما بسیار مقبول شدین مثل فرشته ها. اما تو نیست آقا ازن؟ نشنیدم. گفتم که استادم مثل فرشته ها شده. کاملا دقیق. زهرا جان، وقت داری با هم در بیرون گپ بزنیم؟ البته. ما میریم در بیرون گپ میزنیم. درست است. با اجازهتان من دیگه میرم. بخیر بری. خدا تبریک باشه. خدا حافظ.
زنده باشی. چطور هستین مادر جان؟ محفل خوب میگذره؟ بسیار خوش میگذره عروس. خدا کنه که تا او وقت زنده باشم که اولادایشانم ببینم. خوش هستم که به نواسیم دختر را گرفتیم که مناسب خانواده ماست. آخ مادر جان، آخ میفهمم آزاد و علی بسیار قلبتان میرنجانه، فقط یک نفر به گفتتان است. شکر که به خاطر دوران خوش هستین، بسیار خوش شدم. چطور هستین مادر جان؟ با چیز خود ضرورت نه نداره؟ خیر، زنده باشی بچه. نوجین مادر چطور هستین؟ محفل به دلتان است؟ بسیار مقبول است. اوه تبریک باشه نوجین مادر. زنده باشی، تشکر. زنده باشی. خداوند نیکو مبارک کنه، بخیر اولادای دورانم کلان کنی. انشالله انشالله. پیش از او خانم بیادرم صاحب طفل میشه. برفین خانم بیادرم معامله است. مبارک باشه، خدا قدمش نیک کنه. مبارک باشه برفین جان. زنده باشی. ما این خبره باید از دگرها میشنیدم. قلبم شکستاندی برفین. راستش من میخواستم شما را متعجب بسازم نوجین مادر، اگه نه وقتی گپا براتان میگفتم. یک طفلش سخت شده بود، نخواست که بگویه. بیبی چی میگه؟ دیگه درباره من با کسی چیزی نمیگی. گپ من فهمیدی یا نه دختر؟ آخه چیزی باید نگفتم، چرا از دیگر را پت میکنی؟ اعصاب من بیشتر از این خراب نمیکنی دختر احمق. گفتم با کسی چیزی نمیگی، فهمیدی؟ فهمیدی یا نه؟ دست من لکو. زهرا، دیروز وقت از شفاخانه برآمدم دموتری را پیدا کردم. ما فکر کردم این نامه از پیشم در چه افتیده. من خبر نداشتم که تو به مادرت نامه نوشته میکنی. راستش نوشته نمیکردم. پس چرا نوشته کردی؟ خلاصیه زیاد اصرار کرد که ما باید نوشته کنم. گفت بعدت پشیمان میشی. خلاصیه او چی میفهمه؟ راستش او درباره من زیاد نمیفهمه. او وقت اولین بار آمده بود از من درباره پدر و مادرم پرسید. من برش واقعیت گفتم. از همون وقت زیاد دلش به من میسوزه. زهرا جان، ما میخواییم خواست تو را بفهمم. اگه تو واقعا میخوایی که من این نامه را روان کنم زهرا، استاد من نمیخوایم تا اینجا پشیمان شوم. یعنی هر کاری که ایجاب میکنم من انجام میدم. اگه اون نامه را نمیخواین باز ما پشت این موضوع را اعلام میکنم. بیازا اقدر زیاد در فکرشان نیستم. شما درباره سونا خبر دارین یا نه؟ نه خیر. سونا را چی شده؟ من میفهمم گفتن کسی نفتیده، اما از واقعیت خبر دارم. بیچاره طفل خود از دست داده. نه قسم نیست جانم. جمشید و دختر بیچاره را لط کرده. تو از کجا فهمیدی؟ مقبوله خودش گفت. جمشید او را لط کرده. او را فوراً به شفاخانه‌ام نبرده. جمشید اجازه نداده، اما وقتی که او را بردن بسیار ناوقت شده بود. وضعیت او بیچاره بسیار وخیم است. وای وای بیچاره، چقدر بد قسمت بوده. در بهار جوانیش صاحب اولاد شد، تو هم از بین رفت.
راستش سونا از سینه افتیدم. تشکر زهرا. دیخانه فقط سر تو باور کردم میتونم. چطور هستی بچم؟ بیبی بعضا شرکت کردن در محفل خوشایند می باشه اما تو نیست؟ خاله آسیا کجاست؟ ما میخوایم او رو ببینم. برش گفتم که بیاین اما کم کار داشت. اگه حالا میخواین بیارمش. درست است، بیارش. مدام اینجا منتظرش میباشم. درست است. برو. انتظار کشیدنم چقدر مشکل است. خسته شدم. ملکه دید که آزاد برش چله گرفته. منتظر بود که آزاد برش پیشنهاد عروسی خواه داد بچه. واضح برش نگفته اما فقط قدر برش گفته که امکان نداره. شاید به خاطر خان شدنش مصرف شده. دوران؟ در مورد چی فکر میکنی؟ نه که تو هم مثل من خسته شدی. خلاصیه؟ من شما را میپالیدم. خلاصیه بیاین که بریم. شما را با استاد ملکه معرفی میکنیم. بیاین دیگه. زهرا جان صبر کو کارای من خلاص کنم باز با دیدنش میرم. استاد من بسیار مهربان است. بیاین دیگه. حالا زهرا علی خواهر بیادر اون پدرمشان کجاست؟ درست است. گریه نکن. پیداشان میکنم. بیا. بله. انسان بی غیرت کجاستی؟ علی؟ تو با کدام جرأت به من زنگ زدی احمق؟ نکی از جان سر آمدی؟ آدم بی وجدان خودت چی فکر کردی؟ اگه مرد هستی پیش رو این بیا که حق تبرت بتا. بی غیرت تو هستی؟ هر دوی ما میفهمیم که کی بی غیرت است. سونا را لط کوب کردی در حال که هیچ گناه نداشت. این کار چطور انجام دادی؟ او منه تو باعث شدی که لط بخوره. چوب بی غیرت. تو رو با جسای خود از بین میبرم باز میبینی. ما هم یال طرف دریاچه میرم پیرکی. درست است؟ اگه کم غیرت داری دیا مرا بکش. اگه تو غیرت نداری خودم میایم تو را میکشم. خیرت باش علی. نه که خسته شدی. کاکا بیا که از اینجا دور بریم. خسته شدیم. درست است. ایلیف دخترم چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ شما را پیدا کردن نتونستم. از او خاطر گریه میکنم. ایلیف جان بیا پیش ما. بیا آرام باش ایلیف جان. بس از گریه نکن. ما بیرون رفته بودیم خواهر جان. کلان دختر هستی چرا گریه میکنی؟ مردم طرفت سعی میکنن بد است. جمال پدر میشه یک دفعه بیایی؟ بله زهرا. چند دقیقه پیش علی بیرون برآمد. نمیفهمم که کجا رفت. و شما چیزی گفت؟ نه کجا رفته باشه. بیا بریم ببینیم.
این بچه کجا رفته باشه؟ خانه میریم ما قانی؟ نه خیر کاکا رستم، هوای تازه میگیرم. ما برات میگم که کجا میریم. کاکا رستمم نیست، شاید امرای او رفته باشد. رستم کاکا لطفاً در جریان رانندگی جواب ندین. ما بیازه پایین میشم، در اینجا پایین میشم لطفاً. او هم جواب نمیده. اگه علی در مورد سونا خبر شده باشه. خدا کنه خبر نشده باشه. تو خانه جمشید دیدی یا نه؟ بله دیدیم. حالا زود بیا که بریم. بالا شو. رستم کاکا مردم اینجا پایین کنه. تو دا اینجا چی میکنی؟ کاکا خسته شده، میخوایم پایین شو و ما هوای تازه بگیرم. ما هم همرات میرم بچه. نه خیر کاکا، میخوایم تنها باشم، شما نرین. زنگ رستم است. رستم خان صاحب زنگ زده بودین برای کجاستی؟ علی همراهت است. علی را پایین کردم. من تنها هستم. علی را کجا پایین کردی؟ در را پایین شد خان صاحب. گفت میخوایم تنها باشم. در کجا؟ در کنار نهر. دور بخور بیادر. رستم گپ مرا خوب گوش کن. علی را هر جایی که پایین کردی زود پیداش کن. من هم یالا پیش شما میایم فامیلی. توبه این بچه کجا رفته باشن؟ خان صاحب شما را خواستن. تشکر. بس است دیگه. چند دقیقه بعد همسرم میشی جانم. اون معلمه فراموش کو. زهرا چقدر دیر کرد آزاد. برام گفت که میریم خلاصیه را صدا میکنم. چند دقیقه بعد میایم. تو شاید دیده باشی آسیا چه قسم یک زن است؟ والله بسیار یک زن مهربان است ملکه. زهرا را دوست داره. او روز به شفاخانه یک جا آمده بودیم. توبه من اونجا بودم، پس چرا او را ندیدم؟ شاید روبرو نشده. فکر میکنم او قسم رویه میکنه که گویا زهرا را میشناسه آزاد. ما متوجه نشدم ملکه. معذرت میخوایم. جمشید کجاستی بی غیره؟ من اینجا هستم.
تو تونستی سر سونا دست بلند کنی؟ چرا او را لطو کوب کردی؟ سونا خانم مست احمق، نام او را گرفتن نمیتونی. اگه نه تو را میکشم. جدی میگی؟ دور برو، گم شو. هر قدره که به سونا درد دادی اما قدر برای درد میتون پیرکی. کدام طرف باید بریم؟ علی! بچه! علی! خدا تو بچه من نگاه کن. تو را میکشم. مهمانان گرامی، امروز در اینجا با منظور شرکت در خوشی خانواده های کرمانی و یشر با هم گرد آمدیم. این دو جوان ما آمدن با ما گفتن که میخواین ازدواج کنن. حال ما در حضور شما میخوایم بیان اینا را از زبان خودشان بشنویم. دوستای محترم، شما محترم از زلال یشر دوران کرمانی را به عنوان شوهرتان قبول دارین؟ بله. شما محترم دوران کرمانی زلال یشر را به عنوان خانمتان قبول دارین؟ جمشید بچه ملاک کن. فکر میکنم داماد ما بسیار هیجانی شده. سوال خودت تکرار میکنم. شما محترم دوران کرمانی زلال یشر را به عنوان خانمتان قبول دارین؟ جواب بده دوران. کلگی منتظر جواب تو هستن. بله بگو. چی شده بچه امنه که دوران خان گنگه شده؟
معذرت میخوایم. خانسه مرد نفس کشیدن نمیتونه. یکی مرد تشویش داد. معذرت میخوایم مادر کن. ما را پیش تمام مردم رسوا ساختی. یکی مرد تشویش داد. حالا دیگه هیچ وقته خان شده نمیتونی، فهمیدی؟ نه خیر، نه خیر، امکان ندارم. زلال دخترم، دخترم، تمامش به خاطر تو است. ملکه بریم دخترم، رازت اینجا هیچ خوب معلوم نمیشه، بیا که بریم. مادر قسم میره که چیزی نشده باشه. تو را میکشم دختر احمق، از بین میبرم. تو را میکشم، تو را از بین میبرم. یکی مرد تشویش داد. زهرا دخترم اینجا بیا. بیا تو متوجه علی باش. قدیم خان بچه چطور این کار کدام ایتانا؟ نه که هدفتان رسوا ساختن ما پیش مردم بود. اصلا امکان نداره. ما هم نمیفهم که چرا این کار کرد. اما ما امروی دوران گپ میزنم. قدیم خان جزایی کار تا باید ببینی. دختر بیار که بریم. دوران
خواهش میکنم نرو بچیم. مادر دست میلا. بچیم بگو که اشتباه کردی، بگو که منصرف شدی. مادر خوب میفهمیدین که من به یاروسی راضی نبودم. مرا مجبور ساختین. کسی که اشتباه کرده شما هستین. بچیم کجا میری؟ نرو دوران، نرو دوران. دوران ما از پشتش میرم خانم کاکا، درست است؟ هدیه آرام باش، خود از دست نته. بیشتمون مردم رسوا شدیم، حالا دیگه بخیس. برستم زنگ بزن که بیای مرا خانه ببره. دیگه نمیتونم در اینجا باشم. رستم شما کجا هستین؟ خان صاحب یک کار بسیار بد شده. جمال خان جمشید از بین برده خان صاحب. خان صاحب صدای ما بشنوین نه؟ گفتم شما کجا هستین؟ بس است دیگه، گریه نکو. بس است. رستم کجاست؟ قدیم تو کجا میری؟ جواب بده. رستم آمده نمیتونه. او همراه جمال است. قدیم نیک جمال چیز شده بگو بچیم. قدیم زود شو بگو دیگه. جمال بچیم چیز شده. بگو جمال چیز شده. جمال جمشید به قتل رسانده. دوران بیا سوار شو. تشکر میکنم. ما به خانه نمیرم. ما هم نمیرم دوران. بیا کم خود راحت بساز. حالا بیا دیگه، بیادر سوار شو. آفرین. کمربند بسته کن. درست شد. حالا دیگه رفته میتونیم. فاطمه خواهر، بله. شما با این کار دوران خوش نشدین؟ نه خیر جانم. بان دیگه هرچی که خداوند بخواه اما میشه استاد ملکه. راستش بسیار خوش شدم. اما چرا؟ دخترم تو هم میفهمی دیگه که زلال چه قسم یک دختری بیادب است. لیاقت عروسی با دوران نداره. بیاز دورانم او را هیچ دوست نداشت. خب تو دیگه چرا خنده میکنی؟ اگه کسی دیگه ببینه باز قسم فکر خواد کرد که تو مادر اصلی دوران باشی. بیبی هیچ دختر خوشت نمیایه. دخترم دوران مثل بچیم است. پیش ما بزرگ شده. از خاطر بدیش نمیخوایم. به هر صورت هر قسم که باشه بنده به خیر و شر خود هیچ وقت نمیفهمه. هر چی که خواسته خدا باشه. میبینیم که چی میشه. تو خانه نمیایی؟ نه خیر، میخوایم یک بار با پوست خانه برم. گرچه لباسای مناسب نیست اما کم کار دارم. آخ یعنی که زهرا این تصمیم گرفت که اون نامه را ارسال کنی ها؟ خداوند هیچ کسی را از اولادش جدا نکنه. آمین. روز خوش دخترم. روز خوش فاطمه خواهر.
مادر شما خوب هستین؟ نمیخواستم قسم شوم مادر. اشتباه شد. زهرا چطور این مسئله رخ داد؟ هر دوی جان جنگ میکردن. علی و جمشید. بله، یادم از گلون علی گرفته بود، میخواست تو رو بکشه. جمال پدرمان به خاطر دفاع، به خاطر نجات بچیم جمشید کشتم مادر. یگمی کار کم بود. مادر حال چی خود کردیم؟ رستم، بفرما مادر. جمال در زندان بوده نمیتونه. عوض جمال تو این جرم به سر خود میگیره. چشمایتان روشن، وضعیت دخترتان کاملا خوب است. راست میگین؟ خدای من هزار بار شکر. اگه این قشم ادامه پیدا کنه به جودی مرخص میشه. شنیدی مقبوله؟ شنیدم. خدا من دخترم دوباره برم داد. اما بسیار خوب شد. جمشید خان بسیار زیاد خوش میشه. درست است رستم؟ نوجین مادر، بچه‌م خورده است. 9 ساله است هنوز. وقتی که تو هم به قصر آمده بودی وقت 9 ساله بودی. تشویش نکن، او را بی سرپرست نمیمانیم. خانم و بچه‌ت یک زندگی آرام رخات داشتن. هر قسم که خواسته باشه نوجین مادر. جمشید میخواست که علی را از بین ببره. تو به خاطر نجات دادن او ای کار کردی. با خاطری که تو میخواستی از علی دفاع کنی، از او خاطر جزایت کم خواد بود. همه تو نیست زهرا؟ نوجین مادر کلان، من دروغ گفتن نمیتونم. تا وقتی که در خانه ما استی نان میخوری از هیچ گپ ما سرکشی کردن نمیتونی، فهمیدی؟ مادر این امکان نداره، من این کار کردن نمیتونم. با خود بیا جمال، چند سال از ما دور بودی، حال تحمل ندارم که دوباره از ما دور شوی و بری. از عمر مام چیز نمانده که انتظارات را بکشم، فهمیدی بچیم؟ او گفت که چای می نوشه و میایه، اما موبایل خود جواب نمیده. شاید جایی رفته باشه. این موضوع در بین ما می باشه. با هیچ کسی چیزی نمیگین، فهمیدین یا نه؟ فهمیدی عروس کوچک؟ گفتم فهمیدی که چی گفتم؟ اگه یک اشتباهیتون ببینم باز، او وقت دیگه تو را نخواد بخشیدم. با پلیس زنگ بزن قدیم. رستم جمشید به قتل رسانده.
ده بالا هیچ کسی نیست. توبه توبه، فقط بوید زیر زمین رفته باشن. بیازو جمال در محفلام نبود و کجا رفته؟ زهرا و محمودو اینا کجا بودن میتونن؟ ما میخواستم به شما زنگ بزنم، شما کجا بوده؟ مادر؟ شما تا حال کجا بودین؟ جمال؟ چیزی شده؟ گپ بزن جمال. جمشید مرد زمرد. همراه رستم جنگ میکرد، باز او را کشت. دخترم این قسم گریه نکو، بیا که خانه بریم. نه خیر مادر، ده حالت چه قسم خانه برم؟ فکر میکنم که گلویم بسته شده. عزیزم درست است، تو همینجا باش، من برات یک چیز میارم. اگر نه سردی خود مردی سلام. قدیم و رستم ده حوزی پلیس هستن. هر گپی که شد باز به ما خبر میتن. چی جزا برش میتن مادر؟ قدیم گفت که زیاد نمی باشه. بی از او علی در اظهارات خود گفت که جمشید میخواست او را بکشه، قصد جانش داشت. او احمق جزای خود دید. علی؟ چی است مادر؟ کاش که بسیار وقت پیش او احمق میمرد که ما راحت میشدیم. من هم میفهمم که تو چرا قسم گپ میزنی علی؟ مادر برام گفتین که سونا خوب است، برام گفتین که سونا را چیز نشده، گفتین که سر زینه افتاده. حالا فهمیدم که مرا فریب میدادید. بله، چون ما میفهمیدیم که یک روزی کار میشه، اما تو متوجه نبودی. و تو هم زهرا، از خاطر شما یک نفر کشته شد، رستم هم زندانی شد. مادر لطفاً مرا دیگه مقصر فکر نکنین، درست است؟ اگه این رسم رواج لعنتی تا نمی بود باز هرگز این روز سر ما نمی آمد، فهمیدین؟ ده این مسئله نه من مقصر هستم، نه زهرا و نه رستم بیادر. یگانه چیزی که مقصر است او عقاید خرافاتی و رسم رواج لعنتی تان است که ما را به این روز رسانده. زلال دخترم، خب چی کردی؟ نامه زهرا را روان کردی؟ روان کردم فاطمه خواهر. بعد از او به صنف درسی رفتم، همراه استاد ابراهیم کم صحبت کردم. صنف درسی را چه وقت شروع میکنین؟ انشالله فردا به درسای خود شروع میکنیم. دخترم، شما بسیار یک کار بزرگ را میکنین، آفرین. اگر شما نباشین باز و اطفال یا کار شاقه را میکنن یا هم در روی جاده ها مثل ولگردا قدم میزنن. تا وقتی که در وجودم توانایی داشته باشم همراه اونا خواد بودم.
جمال، من بسیار جگرخون هستم، اما هرچی نباشه حلیما خود زنده است. نه، او را خود چیزی نشده. نه خب رستم چطور؟ او چی گناه داره ها؟ یک طفل کوچک داره، خانوادش چطور خود شد؟ زندگی اونا به خاطر ما به این روز رسیده جمال. به این خاطر هر کار که از دست ما بیای انجام میدیم، مراقب خانوادهشان میباشیم. جمشید من کشتم زمرد، ما او را از بین بردم. نه خیر، نه خیر، این واقعیت نداره. آزاد و دوران از این مسئله خبر ندارن، همونطور نیست؟ بله، اونا خبر ندارن. نباید هم خبر شون. هدیه قدیم چی کردین؟ قبول کرد؟ تشویش نکنین مادر جان. رستم جرم خود قبول کرد. خوب است. گفت که میخواه خانم اولادای خود ببینه. فردا اونا را به حوزه پلیس میبرم. بعد از او اونا را به اینجا بیار. هرچی که ضرورت داشته باشن برشان انجام میدی. درست است مادر جان. عروس کوچک، حالا دیگه برو تو هم بخواب. من میرم کل چیز اعتراف میکنم. نمیشه. تو این کاره همراه ما و اولادای مادرم کده نمیتونی. نمیخوایم تو رو دوباره از دست بدم جمال، لطفا. من نمیتونم قسم زندگی کنم، زنده بودن نمیتونم. اگه تو بری باز ما هم زنده بودن نمیتونم. فاطمه خواهر، چای خو می نوشیم اما تو نیست؟ می نوشیم دخترم. بگی چای تا بیادر. برای تو شکر هم انداختم. تشکر. به یاد داری دوران وقتی که طفل بودم یک جام قسم در اطراف آتش میشیشیم؟ بله یادم است. کاکا رحمت خدا بیامرزم در سماوات چایدم میکرد. تو هم همیشه ضد میکردی که برام قصه بکنه و هم داستانهای شاهی را قصه میکرد، در دوی ما با آرامی گوش میکردیم. برای ما قصه میکرد، ما را خوش میساخت. طفولیت از دیگه شب تا صبح منتظر شطور میبودیم. دوران نام تو را از همون خاطر دوران مونده. آزاد حقیقت زندگی همی است دیگه. چی شده؟ نمیپرسی؟ به چرا جواب رد دادم و از عروسی منصرف شدم؟ هر وقت خودت خواسته باشی باز برام بگو. آزاد بیادر، گاه شده که طرف یک دختر سیل کنی و قلبت بتپه و او دختر تو رو دوست نداشته باشه. تو بازم با تمام خوبی ها و بدی های شو را قبول کنی. ها؟ اما او دختر زلال نیست، با ای باور دارم.
که کسی از اقارب ماست. فاطمه خواهر درباره چی فکر میکنی؟ در فکر دوران هستم. امشب بسیار برش سخت خود گذشت. بله اما ترس نوجین مادر دیوانه شده بود. راستش من از عدیه خانم حراس دارم. بالای دوران بسیار سخت میگذره. او را مجبور ساخته بود که امرای زلال عروسی کنه. البته دیگه اونا از اقاربش هستن فاطمه خاله. دخترم اقارب بودن مهم نیست. زلال دختر نیست که هوش و حواسش در سرش باشه. زلال به خاطر دوران نسبت به دیگرها بسیار حسادت میکرد چون دوستش داره دیگه. اینه دوست داشتن نمیگن دخترم. من خودم دیدم که در کالای دوران تعویض دختر بود. این کار هیچ خوب نیست. او دختر هیچ خوب معلوم نمیشه. تو چای خدا بنوش، من میبینم. تو در اینجا چی میکنی دختر؟ از پیشوریم پس شو. اومار کجاست؟ صبر کو زلال. کجا میخوای بری؟ صبر کو زلال. تو در اینجا هستی؟ زلال؟ من باید جزای تو را بدم. پس شو. ایلاش گفتم ایلاش کو. رخوا میشتی ایلا کو. تو را زنده زلال چی میکنی؟ از خاموشیت معلوم میشه که را میشناسم. راستش هم شناسا هست و هم یک دختر بسیار متفاوت. او حتی از احساسات ما هم خبر نداره، یعنی برش نگفتیم. باور کن. اما بسیار زود برش خود گفتم. چی بفهمم؟ برش گفتم ایتانم یعنی او کسی است که ما بسیار زیاد ازش میترسم. وقتی در مقابلش استاد میشم دست پایم بسته میشه و زبانم به حرکت میشه. نمیتونم. وقتی که عاشق شدی بازم میشه خاموش باش. خاموش بودن یکی از شرایط عاشق بودن است. تو گپایت پیش خود نگاه کن تا که ارزش عشق دگان بالا بره. صبر داشته باش تا خودش به زبانت بیه. در ضمن به وام اجازه بده که بگویه. اجازه بده که از حرکات تو را درک کنه. اجازه بده که تو را و عشقت از اعماق قلب خود درک کنه. ای رخو میفهمی که خالق ما از تمام چیزا آگاه است. در مقابل عشق خاموش باش. خاموش باش تا برش ارزش پیدا کنی. زلال گفتم ایلا کنم. ما به اندازه تو جگرخون شدم. دروغ گو. تو را از بین میبرم. ایلاکو زلال چی میکنی ایلاکو؟ یهوش کنی زلال دخترم ایلاکو. دخترم ایلاکو. ایلاکو مادر این زندگی مرا تباه ساخت. اما هم زندگیشو تباه میکنم. دخترم باید خانه بریم. تو را میکشم. تو با خدایا خوب هستی دخترم؟ مادر ایلاکو. ایچی منی میده. چقدر مصرف کردن، چقدر پول خرج کردن و مردم هم دعوت کردن باز. آخرشون به یک رسوایی تبدیل شد. خوب نشد. جیگرخون هستم. بسیار جیگرخون هستم. چی کنم دیگه؟ قسمتشان نبوده. نه خیر، اشتباه قدیم است. آدم یک بار از کسی مشوره میگیره. از کی باید مشوره میگرفت؟ میبخشی اما ما برای چی هستیم؟ اگه از ما سلام میگرفتن عمود قبرشان میگفتیم که کار امکان نداره. همه قدر. میبخشین پدر، اما شما چطور میفهمیدین که یه عروسی امکان نداره؟ یکی در پیشانیشان نوشته بود. چطور؟ برفین ما دیگه روانشناس شدیم. میفهمی که چند سال میشه که در دکان بر مردم چای میفروشم. وقتی یک نفر داخل دکان میشه باز ما وقت از سر تا پایش میفهمم. او دختر خانم دوران شدن نمیتونست. عروس و قصر خو اصلا نمیشه هیچ وقت.
به هر صورت بخیز که بخوابیم. فردا روز خوبی است، افتتاحی دکان ماست. باید بسیار خوب کار کنیم. البته که خستم میشیم، اما دیگه چی کنیم دخترم؟ ایلیفم حالا دیگه دخترم بخیز که با اتاق خود بریم. حالا بخیر دیگه. ای شاد دختر. الله دخترک قندم. فرمان، تا چی وقت میخوایی اینجا بخوابی؟ لطفاً این کار نکو دیگه. چیزی که شد فراموشش کو. برفین، اگه خواسته باشم بازم این کار نمیتونم. شاید وقتی که طفل متولد شوه باز دوباره مثل یک خانواده شویم. جمشید! اینو که بچه ما! اینو که جمشید! خانسا جمشید دیگه زنده نیست. زهرا تو گریه میکنی دخترم؟ ما میفهمیدم. خلاص یه اون لحظه را فراموش کردن نمیتونم. همین که چشمای خودم بسته میکنم باز او صحنه پیش چشمای میایه. زهرا تو نباید اونجا می بودی، نباید اون لحظه را میدیدی. دخترم عزیزم. هیچ نمیفهمم که دوران چرا این کار کرد. باور کن جانان، شاید که در بین خود کدام اختلاف داشتن. بله نظر شدن نظر. شب شما بخیر. تشکر از زنگت. چطور خواب شویم ها؟ برای مردم یک بهانه پیدا شد که گپ بزنن و غیبت کنن. هر دقیقه زنگ میزنن. تو موبایلت خاموش کن. یک بار مردم خبر شون که رستم جمشید کشته باز او وقت خواد دیدیم. اگر از حقیقت خبر شون وقت میبینیم. کدام حقیقته؟ جمشید رستم نه، بلکه جمال به قتل رساند. عزیزم، تو نباید در این خانه همراه یه قسم مردم زندگی کنی. من هیچ جایی برای رفتن ندارم. اگه خانه استادمان برم بازم برای تنها نمیمانند. نه خیر، پیش استادت نه، پیش مادرت باید بری. جای تو پیش مادرت هست عزیزم. مرا دوست ندارد. اونا مرا دوست ندارد. نمیخواید. از کجا میفهمی؟ بازم یک نامه بنویس. یک بار دیگه امتحان کن. فکر نمی کنم جوابم بده. برش وقت بده، جوابت بده. یک بار دیگه باید این کار کنی. این بار دیگه نمیخوایم. من نامه را دموتر استادم فراموش کرده بودم. بیاز استادم گفت که نامه را ارسال میکنم. کار خوبه کردی. شاید مادرت مجبور شده باشه از دور شوه. یک بار فکر کن، شاید تو را ازش گرفته باشن. شاید که تو را بسیار پالیده اما نیافته. آسیه
در این وقت شب تو ده اینجا چی میکنی؟ با دیدن زهرا آمده بودم. حادثه امروز بسیار سرش تاثیر بد کرده. خوب است. برو دیگه بخواب. حالا دیگه زود شو برو. خواب راحت داشته باشی. تشکر خلاصیه. تو برش چیزی گفتی؟ هوش کرده باشی. هوش کرده باشی که دهنتا باز نکنی دختر. اگر کس خبر شوه و به گوش ما ایگه برسه باز بدون کدام سوال و جواب جزایت میبینی. فهمیدی؟ گپا فهمیدی؟ فهمیدم. نه تنها از ما بترسی بلکه به خاطر آزاد بیادرتم، کسی که بسیار دوستش داری که نمیخوایی برش ضرر برسانیم باید چپ باشی. فهمیدی؟ یعنی که قاتل اصلی جمال است. اما کلگی فکر میکنن که رستم قاتل است. چی فکر میکنی قدیم؟ هر قسم شوه ما باید این حقیقت به همگی برملا کنیم. زن تو چی میگی؟ جمال کم از کم 20 سال زندانی خواد شد. قسم ما هم زندگی راحت خواد داشتیم. همراه آزاد تنها مادرش خواد مان. فهمیدی؟ قسم دوران دوباره فرصت خان شدن بد اسم میاره. خوب فکر کن. بعد از این اما کار را که امروز کرد ها؟ از امی خاطر دوران به حمایت هرچی بیشتر ما ضرورت داره. به پلیس زنگ بزن و ایره برشان بگو. نه خیر، نه خیر، قسم نمیشه. اگر نوشین مادر خبر شوند ما را میکشم. بیازو مادرم هم تحمل دوری او را ندارم. دخترم، توته جیگرم، وقت نام تو برم آمد اقدر خوش شدم. فقط که دنیا را برم داده باشن. فکر میکردم تو زنده نیستی، اما حالا که فهمیدم زنده هستی زندگیم زیبا شد. باور داشته باش دخترم، هنوزم تو را مثل همون روزی که به دنیا آورده بودم دوست دارم. فریاد درسین دیوانه بلبل، نه فریاد درسین دیوانه بلبل، senin bu feryadın anam gülşene kalsın. Senin bu feryadın anam gülşene kalsın. Bu dünyada eresen murat
Huzurum mahşerde anam divana kalsın. شب هیچ خوابت نبرد نه؟ بله نبرد. کاش که این زندگی اینقدر مشکلات نمی داشت. کاش که به تو کمک کردم میتونستم. ضرور نیست خلاصیه، ما عادت کردیم. من از نوجی مادر اجازه گرفتم یک بار تو بازار میرم، کم کار دارم. تو چیز ضرورت داری زهرا جان؟ تشکر میکنم، چیز ضرورت ندارم. تو هم با کارا تنها میمانی؟ مهم نیست، من کارا را میکنم. جانم هیچ تشویش نکن، مطمئن هستم زندگی خوبی می داشته باشی. های متوجه باش که نفته ایران بگی جای به جایش کو. صبح بخیر. صبح بخیر دخترم، حالا بیا دیگه. دیروز بسیار دیوانگی کردم، شما را ناراحت ساختم، معذرت میخوایم. مادر اگه اجازهتان باشه میرم امروی دوستایم خداحافظی میکنم. بالای ما باور دارین نه؟ باور خود دارم دخترم، اعصابم کم خراب است، زیاد ناوقت نکنی خب؟ خاطرتان جمع باشه. خداحافظ. خوش آمدی. داخل برو. خوش آمدی. خوش آمدی. برو بچه انتا جایت بیشی. تو هم بیشی بخیر. چطور است؟ صنفتان خوشتان آمد؟ بسیار مقبول است. بسیار کلانم است استاد. تشکر میکنیم. پدر؟ خیرت است، چی شده؟ کاکا خوب هستین؟ مریض خانه است؟ چی شده پدر؟ خوب به نظر نمی رسین. آزاد بچه ما پدرت خوب است، تشویش نکن. به خاطر دیشب کمی جگرخون است، فقط اما قدر. موضوع عروسی است؟ اون موضوع جداست. دیشب یک مصیبت بزرگ دگان بالای ما آمد. او قدر توجهی را که با او استاد داری نیمشان به بیادرت می داشتی. حال رستم به خاطر قتل جمشید زندانی نمی شد. جمشید جانم، حالا من بدون تو چی کنم؟ جمشید
گریه نکن مقبول خواهر، ما به خاطر او جگر خون هستیم. خداوند او را غریق رحمت بگردانه. خداوند به تو هم صبر عطا کنه. به خاطر دخترت شوهرم از بین رفت. رسم خدا فراموش کرد. از اخلاق و ادب خود دخترت هیچ چیز نمیفهمید. با وجودی که عروس شده بود بازم همیشه به دیدن علی میرفت. هیچ فرصت را از دست نمیداد. ناموس خدا در بین مردم بدلی را فروخت. شوهر خودم از بین برد. با شما هر دو چطور جرأت کردین که اینجا آمده خدا به من نشان بدین؟ چه قسم انسان هستین؟ جمشید جمشید جان، چرا از پیشم رفتی؟ چقدر یک زن بدبخت هستم. نواسایم به نوبت خود آرزوهای مرا به خاک یکسان ساختند. اول علی، بعدشم آزاد و حالیم دوران. دوران تو از تو خو هیچ توقع را نداشتم. به خاطر خان شدن بسیار بی صبر بودی. معذرت میخوایم مادر کلان، اما ما همراه ما گپ نزن. از پیشم برو، نمیخوایم چهره تا ببینم. قربانتان شوم مادر، ای کار نکنین. او را ببخشین مادر. اشتباه آزاده چندین بار بخشیدین. کار را که دوران انجام داده هیچ قابل بخشش نیست. هدیه هوش کنی پیش ما، از او حمایت کده مرا عصبانی نسازی. بچه تا بیگی برو گم شو از اینجا. بار دیگه از خان شدن اولادایتان به ما چیز نگوین. بعداً گپ میزنیم پدر. تو هم از این موضوع خبر شدی؟ من خبر شدم که بعد دیدن سونا رفته بودی. واقعیت داره؟ بله، اما چرا قسم فکر میکنین که من مقصر هستم بیادر؟ یعنی عامل تمامی گپام هستم؟ مادر کلانم دوران بیادر برفین. دیگه نام کی رو بگیرم؟ دیگه هیچ کدامشون نمیخوایم ببینم. سونا را گرفته از اینجا فرار میکنم. علی آرام باش. من میگم که مقصری، اما گپا فقط تو هستی علی جان. اما تو هم سهمداری را باید بفهمی. ما برات گفتم که کم در زندگی تغییرات بیار. این قسم آرام در گوشه نشین. اما وقتی تو رفتی امرای سونا ملاقات کردی، به خاطر محبت تو جمشید به زیر زمین رفت. رستم هم زندانی شد. علی با هوش بیا. میگه از اینجا دور میرم. کم مادرم هم درک میکنی یا نه؟ خواهش میکنم بیادرتو نگوین. علی تو فکر میکنی که با بدوای یک طفل خرد زندگی خوش میداشته باشی؟ ها؟ چشمایتان روشن. خانم سونا به هوش آمده. چند دقیقه بعد میتونین دخترتان ببینید. با دیدن دخترمو نمیری؟ تو برو ببینش. ما دیگه به نام سونا دختر ندارم. به زحمت شدین، من می آوردم.
با طرفم سیل نمی کنی. معذرت میخوایم که تو شاهد صحنه بودی. کاش که یگانه شاهد تو می بودی. عروس کوچک. متاسفانه که وجدانم هم شاهد ای حادثه بود. او هم مثل تو بالای ما قهر است. با جز از نام رستم دیگه هیچ چیز نمیگه. هر قدر خاموش باشم او چیغ میزنه. ما دیگه چاره نداشتم. میفهمینه؟ نه بجزی که رستم زندان بره. دیگه پیش من هیچ چاره نبود. کاکا رستم به حبس محکوم شد. از این خاطر شما به عذاب و وجدان محکوم شدین. خداوند کمکتان کنه. ها جمال بیا که بیرون بریم کمی قدم بزنیم. درست است. اگر طرف شهر میرین من برسانمتان. خوب میشه. زنده باشین. آی کاش که زهرا را ببریم. برش کمی تفریح میشه. راستش من به خرید نمیرم. در بازار یک کار دیگه دارم خان صاحب. زهرا شما را زیاد دوست داره. همیشه درباره‌تان گپ میزنه. زهرا یک دختر متفاوت است. ما او را زیاد دوست دارم. بله، او نباید این روزای بد ببینه. اگر به دست ما باشه طلاقش گرفته دوباره به مکتب شاملش میکنم. ببینیم چی میشده که شاید یک روز همه چیز تغییر کنه. بخیر. مادر گفتم مرا تنها بانه. نه خیر. هر باری که به یادم میایه هیچ تحمل نمیتونم. چطور تونستی کار انجام بدی؟ چطور محفل اعلا داده رفتی؟ او گپ رفت خلاص شد. فراموشش کنه. راست گفتی. احتمال خان شدنت هم رفت. هم خدا هم ما را در بدر کردی دوران. پیش همگی ما را رسوا و رزیل ساختی. به خاطر چی بچم؟ چرا این کارا کردی؟ یا بزنه؟ چرا؟ به خاطر که ملکه را دوست دارم. بیش از همگی او را دوست دارم. نمیخوایم خان شوم. نه جان برا. گپایی که از دانت مبرای خودت میشنوی؟ ها؟ تو عقل خود از دست دادی بچه؟ بسیار خوب شاگردا. بر امروز درس ما قدر بود. امشب در خانه مقاله شماره خواندن نمره میتم. فردا اشتباهاتتان یک جا اصلاح میکنیم. درست است؟ فردا معین وقت درس ما شروع میشه. ناوقت نکنین خوب؟ درس خوب استاد. بفرمایید چی خدمت کنیم؟ از شاگردای شما بعض سوالا را میپرسیم استاد ابراهیم. خب درباره چی؟ شما از کجا آمدین؟ دا جایی که من میفهمم اینا حیات هستن ملکه دخترم. دقیق فرمودید. میبخشین نمیفهمم که شما چی میپرسین. ما در اینجا به اطفال فقط درس میدیم آقا.
میشه که شما بیرون برین ما وظیفه خود انجام میدیم. اما آقا درست است دخترم، آرام باش. با هیچ نوع کار خراب نمی کنیم. هر سوالی را که میخواین پرسیده میتونن. شاگردا، اینا از شما بعض سوالا را میپرسن. بعد از اینکه جوابشان ندادین میتونین به خانه‌تان برین. من جواب نمیتم. اینا رو نمیشناسم. ما میخوایم خانه برم. گوش کنین عزیزایم. میخواین بفهمن که صنف درسی ما در چه قسم یک جای است. به دیدن شما آمدن. فقط امرایتان که گپ میزنن، درست است؟ نترسید، من همینجا میباشم. مادر، مالی نیستم مادر. نمیتونه نروسی مرا همراه کسی کنین که نمیخوایمش. یعنی تو نمیخوای خان باشی؟ همونطور است؟ یگانه خواستم ملک است. تمامش همقدر بود. این امکان نداره. امکان نداره. امکان داره مادر. با هر قیمت که تمام شوه ای کار میشه. تشکر میکنم. با زحمت شده. خواهش میکنم، قابلش نیست. روز خوش. یاشار، من آسیه هستم. آسیه. ها، گوش کن چی میگم. همیاره برات یک نامه روان میکنم. همی که بعد دست رسید به نشانی که میگم میفرستی، درست است؟ عاجل است، عجله کن. به هارمونلی دیگه یاشار. درست است. تشکر. ملکه؟ تو هستی؟ کلید فراموش کردی چطور؟ باز آمدی؟ داخل برو. دیوانه، تو کاملا دیوانه شدی. دوران بهترین کار کرد که امروز عروسی نکرد. دهنت بسته کن. برو گمشو از اینجا. اگر نی به پلیس خبر میدم که تو از اینجا برو زندانی بسازه. تو هیچ کار کرده نمیتونی. هر دوی ما یک جای منتظر آمدن استاد میباشیم، فهمیدی؟ ملکه را راحت بان. برات اجازه نمیدم که بعد او ضرر برسانی. از تو که اجازه خواسته زنی بیعقل. کاکا، من همیاله خبر شدم. رستم چطور است؟ خوب است؟ چطور بوده میتونه؟ خوب نیست. بچهش همراه خانمش در داخل هستن. من رفتم میبینم. جگرخون نباش دیگه. بانوجین مادر گفتم هر چیزی که نیاز داشته باشین براتون بیاره. برش گفتم قابل تشویش نیست. پدر انسانای بد زندانی میشن، اما شما یک انسان خوب هستین. بیبی شیر بچیم. بعضی اوقات با یک اشتباه انسان میتونه زندانی شوه. تو سربلند باش، سربلند. پدر تو کار نکرده که وجدانش به عذاب باشه، فهمیدی؟
الهی کنین چی به نزاکتیست. اجازه بده من میبرم. آزاد خان باران چطور هستی؟ خانم بیادر طفلا را به حوزه پلیس نیارین. شما به قصر برین من میایم. باران در قصر میبینیم درست است؟ درست است. برین بخیر. چطور اتفاق افتاد؟ چیزی به گفتن داری؟ یا نه خیر خان صاحب، این کار که میشد شد. باید بریم. چرا ناوقت کردی دختر؟ چرا تا الان نامده؟ از تصمیمی که داری من صرف شو زلال. تو هنوز بسیار جوان هستی. این قسم بالای خود ظلم نکو. تو چرا دفتن به تشویش ما شدی ها؟ نمی گفتی که دوران به خاطر ملکه امرای تو عروسی نکرد ها؟ دوران به خاطر ملکه تو را ترک نکده. بین اونا هیچ رابطه وجود نداره. فکر میکنم ملکه موضوع را بر درست نگفته. اما ما خوب میفهمم که دوران او را چقدر دوست داره. حالا برش نشان میدم. از بین میبرمش. فهمیدی؟ او را میکشم. او را زنده نمیمانم. چرا هیچ بیرون نمیبراین استاد؟ اذیت فال خورد. اقدر دیر چی خود پرسیدن؟ تشویش نکن دخترم. ما خو کار بد نمی کنیم. هیچ ضرور نیست پریشان شوی. هیچ چیز به دست نمیارم. روز خوش استاد. روز خوش. خداحافظ استاد ملکه. خداحافظتان. سوالاتون خلاص شد آقا؟ بسیار میخوایم بفهمم که اقدر وقت زیاد شما اذیت فال خورد چی پرسیدین؟ قسمه که براتان گفتیم ما وظیفه خود انجام میدیم. حالا از شما چند سوال میپرسیم. هدفتان از باز کردن این صنف چی است؟ میشه بفهم چرا این کار شروع کردین؟ نظر به اینکه این سوال از ما پرسیدین فهمیدم میشه که در مورد این مناطق هیچ چیزا نمیفهمین. اما من کل چیزا براتون میگم. اطفال که در این منطقه هستن خانواده‌شان بی‌سواد هستن. میفهمین که بعضا به خاطر دشمنی خانوادگی مجادله صورت میگیره، خون ریخته میشه و از طرف دیگه اقتصادشان ضعیف است. این اطفال هستن که خانواده‌هایشان توانایی ندارن که به مکتب شاملشان کنن. ما اینجا را افتتاح کردیم تا همه اطفال درس بخوانن، خوب و بعد خود فهمیده تصمیم بگیرن. به جایی که وقت بزرگ شدن اسلحه را به دست بگیرن خواستیم به قلم آشنایی پیدا کنن و زیرا صاحب آینده درخشان و روشن شوند. اگر این کار اشتباه باشه باز بفرمایید هر کار که خواسته باشین انجام بدین. بفرمایین کی را کار دارین؟ اینا خانواده رستم هستند زهرا. مادرم منتظر شماست. داخل برین. اینا را پیش مادرم ببر. ما با شرکت میرم. درست است؟ دختر مقبول شدیم. آفرین 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 آفرین. محکم میگی. پدر بس است دیگه مقبول شدین بریم. آی دخترم حوصله کو. بانکم خودت بزنم. مقبول هستم. من مقبول هستم. هرچی نباشه من جسورترین مرد این منطقه هستم. دخترم نیستم. پدر منظورتان از مقبول برعکس نباشه یک بار.
فهمیدم. مشکل نیست، هر قسمی که تو فکر میکنی اما تو فکر کن درست است. بسیار خوب برفین، تو هم آماده هستی؟ حرکت کو که بریم. راستش احساس خوبی ندارم، در خانه استراحت میکنم. البته دخترم، استراحت کو. هر وقتی که خواسته باشی باز بیا. کرمانی ها منتظر باشین. ایره کجا میبری؟ ببر به خانه بیادرت بده. خداحافظ. بخیر برین. میخواستم براتان خوش آمدین بگویم اما بخیز دخترم، بخیز دختر جان. بیشی اونجا بیشی. زهرا برو با ما چای بیار، همراهش میوه خشکام آماده کرده بیار. برو. چرا او دختر تا هنوز نامده؟ چرا تاله نامده؟ شاید هیچ اینجا نیایه. دیشب میگفت که یک بار با دیدن پدر و مادرم استانبول میرم. تو دروغ میگی. فاطمه تو حالی برش زنگ میزنی، میپرسی که کجاست، چی وقت خانه میایه؟ اگه کدام گپ دیگه از دهنت برآمد میکشمت، فهمیدی؟ استاد حالا من میرم دیگه. کدام کار خانه دارین؟ یک گفتنی دارم. در خانه در مورد حیاتا فکر کرده خود ناراحت نساز. میفهمم استاد. هیچ کس مانع ما شده نمیتونه که در اینجا درس ندیم. تشویش نکنین. خسته نباشین. زنده باشی بچیم، خوش آمدی. بخیر گذشت. از مسئله رستم خبر شدم. بله استاد، متاسفانه. اما به خاطر رستم و خانوادهش هر چیزی که از دست ما بیایه انجام میتیم. بله فاطمه خواهر. کجا هستی دخترم؟ در صنف هستم، چند دقیقه بعد میرسم. زود بیا بخیر. خب دیگه استاد من میرم. روز خوش داشته باشین. با فاطمه خواهر سلام بگو. بته بچه بته زود شو. اوپا چای آمد چای گرم دا. بیگی نه یگان چای راشد بیادر. خوش آمدی محمد بیادر. ایلیف دخترم با کوکایت بورام بنداز اله. بگی با خدا بیادر ای چای نیست، با خدا دواست. دوا با قلب، با گردت، با تمام وجودت، با رودت، با میدت، با تمامش فایده داره. بچه فرمان ببی چای بیادر خلاص شده. اله برشان چای بر. اله بچیم صدقه چوم. اله چای اینه بگی نوش جانتان. من میگم دوایتان شوه. چای نیست، دواست. دوای قلب، دوای جگر، دوای سرطان، از همه چیز است. چای آمد است. چای وای قدیم آمد ماشاءالله. بیا قدا بالا بیا صدقه چم بالا بیا. چای داریم، قهوه داریم، شیرپیره داریم، چاکلت داریم، همه چیز. امروز همه چیز از طرف من مفت از مفت. بیاین بفرمایید. کلش از خودت باشه خدو. بله راست گفتی. بیازو تمامش از خودم است. میفهمی بچم بعد از یک قدر کار کردن میشرمن که همراه ما گپ بزنن. البته دیگه چی کده میتونه نواسه است. نواسه تو هنوز قدر ای چیزا رو نمیفهمی. چی رسایل داری؟ برو گلاس ها رو جمع کالا. چای خور سوال تبکر.
آماده کردی یا نه؟ آماده است، بیا. درست است. همی است؟ همی را در چای بندازم که بنوشه؟ بله دخترم، صبح و شام همیره باید در چایش بندازی. بعضی وقت خواهد دیدی که چه قسم فایده میکنه. حتما تاثیر خدا نشان خواهد داد. حتما فایده میکنه. قدم خدا در اتاق ما نمیمونه. بیازم من خود از زندگیم کدام نیت بد ندارم. فقط میخوایم صاحب یک اولاد شویم. خاطر جمع باشه. همی که ایره بنوشه خونش به جوش میایه. حالا ایره بگی. فراموشت نشه. برو بخیر. خاطر جمع باشه. فرمایشات باید خلاص شوه. وقت ضایع نسازین، کار کنین. چی گپ زن؟ چرا اینجا آمدین؟ بچه تو دیوانه شده قدیم. مادر مام نمیخواد چهره دورانه ببینه. میفهمیدم کمی گپ میشم. هنوزم دستیر علاشم میشینی؟ هیچ کاری نمیکنی؟ اجازه نته آزاد اعتبار پیدا کنه قدیم. اگه آزاد خان شوه باز دیگه حکم تو هم اعتبار نداره. اما اگه جمال زندانی شوه باز فایده میکنیم. او وقت آزاد مصروف پدرش میشه، مصروف مادرش میشه، از خان شدن دور میمانه. باز او وقت دوران میتونه دوباره به چشمای مادرم خدا بزنه. ای قسم شیشته فکر نکو. اگه تو دست دورانه نگیری کی میگیره؟ حالا به پلیس زنگ بزن، از جمال شکایت کن. تو خود تهمت نمی کنی. او باید جزای خود ببینه. میخواستم براتون یک موضوع را بگویم. به ارتباط قتل است. نه تحمل نمیتونم زمرد. جزای مرگ یک انسان بیگناه تحمل کنه. نمیتونم خانواده شده این حالت ببینم. مادرم بسیار به خوبی متوجه اونا میباشن. میفهمی که مادرت مهربان است. یا پول میتونه جای پدر او را پر کنه ها؟ نه خیر، من ایره بهتر میفهمم. اقدر سال من به تنهایی اولاد خدا کلان کردم جمال. گریه کردن، به زمین افتیدن یا مریض شدن. من دویدم، من گریه کردم. تا صبح همراهشان بیدار بودم. به مکتب شامل شدن، من بردمشان. وقت درس خواندن من تشویقشان کردم. اما دیگه بس است. دوارایی ندارم. من دیگه از تو دور بودن نمیتونم جمال. بیازو زیاد منتظر بودم. اگه باز بری، اگه تو را از دست بتم، زنده ماندن نمیتونم. خسته شده از پیش بردن زندگی به تنهایی و جار و جنجال ها. خسته شده. اوش کنی که صدای دلکشی. بله مادر؟ با دیدن گلجان میرم. تشویش نکنیم، نه وقت نمیکنم. بیا که جزایت بدم.
نوش جانتان. چند سال است که همراه ما است. رستم از اولادای خود جدا فکر نکردیم. ایره خود شما میفهمید. زنده باشید نوجین مادر. یک نادانی کده به دام شیطان افتیده. خداوند براتان صبر بده. انشالله جزایش بسیار کم خود بود. شما را زیاد منتظر نمیمانم. بگیرین برای چند وقت ایره مصرف کنین. در مورد بعدش هیچ فکر نکنین. تا که رستم آزاد نشده تمام خرچ و مصارف شما را ما به گردن میگیریم. تو هم هر مشکلی که داشتی بدون ایکی به شرمی به ما بگو. درست است دختره؟ خداوند از شما راضی باشه نوجین مادر. بچیم چرا نمیخوری؟ این کلچه بسیار خوشمزه است. بگی بخور. من هیچ چیزی شما رو نمیخوایم. پدرم قاتل نیست. شما به ما دروغ میگین. باران شما دروغ میگید. پدر من قاتل نیست. او کسی را از بین نبرده. خداوند جزای این کارتان نخواهد داد. شما خواهد دیدید. فاطمه خواهر ما آمدم. فاطمه خواهر. فاطمه خواهر. خوش آمدی. زلال تو چی میکنی؟ حماقت نکن. تو را هشدار داده بودم. برات گفته بودم از دوران دور باش. ما همراه دوران هیچ رابطه ای ندارم. باور کن. چه باش دروغ نکن. تو مغز او را پر کردی؟ دوران از پیش ما گرفتی. نوجین مادر خیرت باشه. چی شده؟ خانم و بچه رستم چرا یک قسم دویده بیرون شدن؟ زخم او طفل هنوز تازه است. به خاطر پدرش جگرخون شده. درست است اما او طفل ما را مقصر میدانه. وقتی که میرفت ما را دعای بدم کرد. پدرش به خاطر علی جمشید از بین برد. از او خاطر شاید احساساتی شده. من امروز به علی گفتم که تو میتونی با دعای بد یک طفل زندگی کنی. ببینه نمو گپ شد مادر کلان. دیروز دلکا منتظر چی بودین؟ میخواستین مرا رسوا بسازین؟ وقت او مرا تنها ماند. باز خوش شدی نه ملکه؟ زلال تو واقعا غلط درک کردی. ملکه راست میگه. امروی دوران هیچ کاری نداره. یا تو خبر نداشت. من ازش خواستم که امروی ملکه بره. تو مداخله نکو. تو نمیخواستی من امروی دوران رسی کنم. همیشه مانی او میشدی. گلجان دخترم زلال خانه شماست.
نخیر نخیر روز خوش. ای دختر کجا رفتن؟ آها بهار دخترم زلال خانه شما آمده؟ پیش تو هم نامده. ای دختر کجا رفتن میتونه؟ روز خوش خداحافظ. بله خان صاحب. آماده هستین ما پشتتان میاییم. خان صاحب دخترت زلال موبایل جواب نمیتن. آخرین بار خانه کسی که رفته زنگ بزن. زنگ زدم اما او دایی جایم نیست. خان صاحب تو اسلحه خودم را گرفتی؟ نه خیر خانم اسلحه چی؟ کدام گپ نیست. نه خیر باز بعدا گپ میزنیم. گپ خلاص است، باز چرا زنگ میزنین با لیاز خدا؟ بفرمایید. زلال امرای تو از دوران؟ نه خیر، چی گپ شده؟ اسلحه حرام امرای خود گرفته. شاید هم به خانه او استاد رفته باشه بچیم. زلال هوش کده باشی، دیوانگی نکنی. ملکه زلال نکن نکن. زلال تو را از بین میبرم. تو را میکشم. تو را از بین میبرم. زلال متوجه باش. ولی از خدا این کارو نکن زلال. زهرا تو گریه میکنی؟ نه که کسی تو را چیزو گفته؟ نه خیر آقا آزاد، هیچ کسی چیزی نگفته. پس چرا گریه میکنی؟ به خاطر باران جگر خود شدم. شیشه انگشتم پاره کرد. از او خاطر گریه میکنم. یعنی به خاطر انگشتت گریه میکنی؟ اما تو راست خوب است، حال آرام باش. ملکه آمدی که دوست دخترت نجات بدی دوران. اسلحه را پایین کو زلال. دیوانه شدی چطور؟ شما مرا دیوانه ساختین. شما دیوانیم ساختین. اگر رسی میکردیم چی میشد ها؟ صاحب طفل میشدیم. زندگی آسوده میداشتیم. ده وجودی چی است که ده وجود من نیست؟ جواب بده گفتم چی است؟ این کارا نکن. ملکه هیچ گناهی نداره. با این گپ هیچ ربطی نداره. من خودم تو را نخواستم. کل چیز به خاطر یه احمق شده. ایره میکشم. کل چیز به خاطر یه احمق شده. ایره میکشم. زندگی مرا ای تباه ساخت. دوران از خاطر تو مرا قبول نکرد. اما اجازه نمیتم به مراد دلت برسی. هیچ وقت نه. نه دوران!
دخترم تو چی کردی؟ ها آزاد بچم تو اینجاستی؟ منتظر شما بودم مادر جان. امیالا زنگ میزدم که آمده. خیرت باشه چیزی شده؟ پدرم روز ما با دیدن رستم رفته بودم. بسیار جگرخون شدم. هرچی نباشه به خاطر ما ای کار کرده. باز به وکیلش تمام گپا را گفتم. هرچی لازم باشه انجام میتونم. چون خواسته جان کسی را نجات بده جزایش کم خواهد بود. ها خوب است انشالله. خانه جمال کرمانی همی است؟ بفرمایین. جمال کرمان ما هستم. باید همراه ما به حوزه پلیس برین. چرا؟ علیه شما شکایت شده. باید درباره کشتن جمشید اظهارات بدین. یک دقیقه شما اشتباه میکنید. یعنی پدرم اظهارات خود داده. کسی که جمشید از بین برده پدرم نیست. بله ای را میفهم اما وظیفه خود انجام میدم. ما میایم. چرا اونا جمال بردن؟ نیک رستم برشان چیز گفته؟ گفت علی جمال شکایت شده. کس علی جمال شکایت کرده. دیگه کی حادثه را دیده؟ مادر من واقعا میفهمم. جمال کل چیزا برم گفت. کی است؟ کی علی جمال شکایت کرده میتونه؟ بله قدم رنجه فرمودین. خوش آمدین. خداحافظ. همیشه به این دوستار سلام بگوین. وای ماشاءالله. وای فرمان افتتاحی خوبی داشتیم. انشالله بخت ما خوب خواد بود. پول خوبی پیدا خواد کردیم. بی ده اینجا چقدر مقبول نوشته است. این مکان راشد است. اما داینده چی نوشته خواد بود؟ مکان فرمان نوشته خواد بود. چطور بچه؟ خانم بیادر آی عروس نازدانه. وای دختر مقبولم. خوش آمدی. صفا آوردی. اما کام ناوقت. اما هنوزم چای ما باقی مانده. حالا شیر بچه یک چای بیار که بنوشیم و قصه کنیم. حالا گوش کن فرمان. تو زیاد خسته شدی. بان من براتان چای میارم. وای عروس مقبول ما. وای چقدر کار کنه ایلیف. ایلیف تو هم داخل برو. نه خیر. وای ایلیف جان بس از برو داخل. برات یک دوایی بسیار عالی آوردیم فرمان. حالا اگه خواسته باشیم مرا ترک کردن نمیتونی. بسیار خوب آماده است. برم بگو عروس کوچک علی جمال کی شکایت کرده؟ نمیفهمم نوجین مادر کلا. واقعا من هیچ چیز را نمیفهمم. اما من هیچ چیز را نگفتم. قسم میخورم که من چیز نگفتم. پس کی گفته؟ بدون تو دیگه کی شاهد بوده میتونه؟ کی دیده که جمال او را به قتل رسانده؟ نمیفهمم نوجین مادر کلا. باور کنین من هیچ چیز نمیفهمم. کسدگام اونجا همراهتان بود یا نه؟ یا درا کس شما را دیده بگو. نه خیر نوجین مادر کلان. هیچ کس نبود. یا که شاید من ندیده باشم. خوب فکر کو. باید کسدگام باشه. بدون تو دیگه کی او حادثه را دیده؟ بر علی جمال کی شکایت کرده؟
قدیم تو کار خوبی کردی. به خاطر بچه‌ت، به خاطر دوران. زندانی شدن جمال آزاده بسیار زیاد پریشان خواد ساخت. حال دیگه پشت خان شدن اعلام میده. باز ای حالت فقط دوران خان خواد شد. اگه بازم کدام اشتباه کنم مادرم عصبانی بسازم، باز خودم او از خان شدن نامید خواد ساختم. کی است؟ فاطمه است. میخواید دوباره به قصر بیایه. شاید از او خاطر زنگ زده. جوابته. شاید کدام کار دیگه داشته باشم. بله فاطمه، میشنوم. چی؟ تو چی گفتم میری فاطمه؟ چی میگه؟ چی شدم؟ دورانه با مرمی زدن قدیم. زلال دورانه با مرمی زده. کسی که شکایت کرده گفته که شما جمشید به قتل رساندین، باز به خاطر پول جرم کسی دیگه قبول کرده. این راست است؟ اقدر سالها ما به تنهایی اولاد خود کلان کردم جمال. گریه کردن، به زمین افتیدن یا مریض شدن. ما دویدم، ما گریه کردم تا صبح همراهشان بیدار بودم. به مکتب شامل شدن ما بردمشان. وقت درس خواندن ما تشویقشان کردم. اما دیگه بس است. توانایی ندارم. از پیش بردن زندگی به تنهایی و جار و جنجال ها خسته شده. آقا جمال، این راست نیست. جمشید رستم به قتل رساند. ما و زهرا شاهد این حادثه هستیم. خسته نباشین. زنده باشین. پیش ببینین که اظهارات پدرم تمام شده یا نه. فعلا ادامه داره. چند دقیقه منتظر باشین. ها درست است. میشنوم کاکا. آزاد، دوران با مرمی زدن بچه ما طرفش به خانه میریم. درست است کاکا، ما هم یالا میاییم. بچه‌م دوران کجاست؟ کجاست؟ او خوب است؟ او رو به اتاق عملیات بردن. گفتن وضعیتش خوب است. چیزی قابل ترس نیست. استاد احمق! آرام باشین. زن! از دوران ما دور باش. زنی طرفی آرام باش. الهی بده. آرام باش. عادل خانم آرام باشه. او گناهی نداره. از دست ایست. بچه‌م از دست این جان خود از دست میته. از خاطری شده. او هیچ گناهی نداره. بیاین اینجا بشینین. بیاین. الهی بیاین اینجا. آرام باشین. الهی کن. لطفاً آرام باشین. قدیم خان، آزاد همیال زنگ زده بود. دوران چطور است؟ ها، در اتاق عملیات است. خوب است. ما را بیخبر نمانین، پس آنتر زنگ میزنم. آمده. یک مصیبت حتما بالای ما آمده. خدایا تو خیر و خوبی نصیب ما کن. از خطای اولادا و نواسایم بگذر. درد و رنجشانه برم نشان نتی خدایا. تشویش نکنین مادر، اقدر جدی نیست. مرمی به شانش اصابت کرده. او دختر را پیش کلگی رزیل ساخت. گپ ما را نشنید. کم بود که جان خود از دست بده. جمال چی شد؟ برشان چی گفتی؟ گفتم کار رستم است. او شکایت به بنیاد است. آزادم از اونجا به شفاخانه رفت. دورانه به اتاق عملیات بردن. ایران ماندیم که به خاطر که جگر خونی کنم. خدا کنه عملیاتش به خیر بگذره.
دکتر گفت گپ قابل تشویش نیست. او را چیز نشده. ملکه میفهمی؟ دوران بدونی که یک لحظه فکر کنه به خاطر نجات تو خود سپر ساخت. کسی را که او دوست دارد تو هستی ملکه. نه خیر فاطمه، خواهری امکان نداره. به خاطر نجات تو حتی زندگی خود گذشت. به خاطر که زلال میخواستی کار کنه دوران پیش روی من خود انداخت. کاکا عملیاتش تمام نشده. نه خیر، هنوز تمام نشده. منتظر هستیم. شفا باشه از زن کاکا. چطور اتفاق افتاد؟ یعنی زلال در خانه تو چی کار داشت؟ کاش که میفهمیدم. هیچ نمیفهمم که مشکل او چی بود. کلگی مرا مقصر فکر میکنن. بچیم زلال یک دختر دیوانه است. خدا میفهمه که به خاطر چی کار کرد. دکتر چی شد؟ دوران چطور است؟ بچه‌م چطور است؟ خوب است؟ عملیات موفقانه سپری شد. وضعیتش کاملا خوب است. هیچ تشویش نکنین. دکتر صاحب او را دیده میتونیم؟ از اتاق عملیات که برای من دیده میتونین، اما زیاد گپ نزنین. باید استراحت کنه. زنده باشین دکتر صاحب. خدا را شکر. شما بشین خاله فاطمه، منتظر باشین تا با اتاق دیگه انتقالش بدن. عملیات دوران تمام شد. کاملا خوب است. خدا را شکر. این مصیبت هم به خیر تیر شد. ما را به خبر نمانند، درست است؟ خداحافظ. عملیات دوران به خیر تیر شد. او خوب است. خیر و خیرات ما بالایی همه مصیبت ها حتما غالب شده عروس. جمال چاه حفر میکنین یا مسجد جامع آباد میکنین یا که 40 رز گوسفند قربانی میکنین، مربوط شما میشه. باید ای کار خیر کنین. صدقه رد بلاست، به مردم کمک کنین. درست است مادر. همراه قدیم گپ بزنیم. باز به زودی کارم میکنیم. خوب است. انشالله که این مصیبت آخر ما باشه. انشالله. آمده میتونم زهرا؟ بیا خلاصیه. ای است تو است. ای چی است؟ امروز همراهیم کمک کردینی؟ خواستم برات یک تحفه بیارم. یک تحفه کوچک است. اما ایت ضرور نبود که ای کارا کنی خلاصیه. من بیازا هر وقتی کارا میکردم. بازش کن. خوشت آمد؟ بسیار مقبول هستند. حالا یکیش انتخاب کن. دمویت میزنیم. امیر خوش کردی؟ بیا که دمویت بزنم. شانه کجاست؟ ها. خوب دور بخور. وقتی به اتاق داخل شدم چیزی نوشته میکردی؟ نه که به مادرت نامه نوشته میکنی؟ نه خیر، با مادرم نامه نوشته نمی کنم.
خاطر که هنوز جواب نامی من ندادم. فکر نمی کنم که جوابم بدم. من این قسم فکر نمی کنم. 3-4 روز دیگه خبرش حتما میرسه. باز خود دیدی. بچیم دورانم. الکا نام او دختره دیگه پس زبان نگی بچیم. به زوری همه به خاطر او شده. از عشق منصرف شو جان مادر، منصرف شو. ملکه؟ خب فاطمه خواهر من دیگه میرم. بیا زود، دورانم خوب است. هر قسمی که میخوایی ما چند دقیقه دیگه میباشم. دوران دیده باز میام. خداحافظ دخترم. اگه خواسته باشی ما برسانمت. نه خیر، لازم نیست. با موتر خدا منیم. زهرا بسیار یک دختر قوی و هوشیار است. کاملا مثل تو ملکه. یعنی هر دویتان جسارت بالایی داره. راست میگم. آزاد گفته بود یک محافظ بر من استخدام میکنم، اما من نخواسته بودم. معلوم میشه گپ به دل خدا کده. خب ملکه، ناق نگفتن که یک مصیبت از 100 نصیحت کنه بهتر است. با عرصه تو بگو چطور استی؟ خوب استم. گفتن چند دقیقه بعد مرا مرخص میکنن دوران. بسیار خوب، عالی است. نه خیر. این کار نکن، مزرعت میخوایم نکن لطفاً. زهرا چی شده؟
آرام باش. آرام باش. بیا بابا. آقا آزاد، چی شده؟ من دروغ گفتم. چه قسم دروغ؟ کاکا رستم نیست. قاتل آقا جمشید اون نیست. خب کی است؟ جمال بدرم به قتل رسان. چطور یعنی؟ چه قسم بدی که نمیتونم؟